خیلی خوش اومدی به ویدیو جدید. حتما میپرسی کجام؟ کاباره و به زبون امروزی دیسکو. بزن بریم همه رو جر بدیم. تو میزدی رو سنگ سرما. تو این بازی یه سری میشن داریم که تو این دیسکو باید انجام بدیم. مثل این خانم الان میخواد بهمون یه میشنی بده. چه داف. بعد بریم چه بشه. بعد رو بکنیم. بعدش خواهیم بریم شوهر خرابه. والا زن منم اگه همچه قیافه‌ای داشت میرفتم دیسکو بهش خیانت میکردم. چه قیافه‌ای واسه خود درست کردی؟ قد بلنده، خوش تیپه، یه دونه شرت آبی داره. چطوری عشقم؟ چند گانا رو میگم. چی میگم؟ دارم میرم دیسکو. بودو زود دافا رو ببین. یادم رفت اصلا ماموریت چی بود. اونو وسط دیسکو خوابیده. زنه گفتش که تیشرت آبی داره با شلوار مشکی. لا 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 لا. بقا سیچین. فقط دو تا سوراخ تو سرت وارد شد. پسه که میخوام بریم دیسکو. قبلش همیشه مست کنی چون تو دیسکو ها معمولا گرونه. اینجا میریزی واسه من مادر تو رو این بچه بالا شهرن. یه چک میکنین زی چشی. خب تیشرت آبی ندارن ولی این میتونه باشه. نه بینه چقدر زشتی تو. نوکرم ریلیشنشیپ زدی حالا میکنه. به رقیه خانم و آقا هاشم. میبینم که شرکت رو از بازی قبلی پیچوندید و اومدید دارید اینجا اشغال میکنید. مگه شما نباید الان سر کار باشید؟ اومدید بخوای دست بکنید تو شورتش. خجالت بکش آقا، خجالت بکش. اوه دیجیو داش برو اون کار خودمه. نمیری؟ خب اسم چیه؟ بهزاد جون 6 بندری رو بیا. در شب دارم وقتی که شب سیاهه من تو رو دارم. چینا دافو این دافو. این دافه خیلی وحشیه. این طلاییه. دست به دستو بده بیاد. دست بده دیگه. برو گم شو حیوان. میرم سراغ قیمت. جون چه ممچه باسنی. بیا. اوه مثل اینکه در چیز داشته. کیر داشته. بیا اینجا تا ببینم. بیا هیچ نیست. بیا وای اسکیپ میگه. اوه سیک. آقا این بود. وای ریدم توش. گانم. آها کجا رفتی؟ آره بزنش. کار همین بود. اوف آفرین. چه میکنه این بازیکن؟ میزنه خار. آره همین بود. همین دست که تو شورت اون دختره که اون وسط بود. بریم سراغ داف بعدی. چرا داف محل اون نمیذارن؟ دست ای بابا. اینجا تو یکی بیا اینجا. بیا ببین من شاید دختر بکنم خب ولی پسر میکنم. حالا بیا اینجا. دیگه من نزن. دختر چی شد؟ مردی؟ حقته. اجازه است کسی نمیخواد ایشون رو چیز کنه. دست کلو بده. بیا. آها نوکرتم. پول پرست کی بود؟ بیا با هم برقصیم. بیا بریم دبی زلیخا. اوف اصلا نگم برا چیش. ای وای پول تموم شد. بیا عزیزم. او ریلیشنشیپ 99%. الان بچه دار میشی. یو نه زن دارم. بیا همه برو گم شو اون و برو. نمیخوام گم خوردم. برو خانم محترمم اگه میبینی ببخش این فقط یه بازی نیاد دیگه. بعدش تو خانومت کارت داره. بیا دیگه مرد باش. آره بیا تو خانومت کارت داره. یه لحظه با هم بیا. زنتو ول کردی بی شرف اومد اینجا دختر بازی میکنی. خجالت بکش. زن با اون خوشگلی. تو ممای اون زن رو دیدی؟ ندیدی؟ دلت اومد بعد نشستی اینجا با 2 تا کی؟ آج خانم ریدم تو خودم. شما فرار نکنید چی نیست. مثل اینکه ایشون روحرشون نبودن. نکرتونم. من الان در خدمتتون بودم. آلزایمر داری. مای گلی هم هستی. آقا من شوهرتون از زنگ زدی بقیه سکیوریتی. شوهر بهونه است. تو میخوای بگی من میدونم. نجاتش نده. این دیگه تمومه. آره این تمومه. اینو ولش کن.
اینم که این زنده شد پشمام. اون دافه هم که اونجا من بچگی دوست داشتم برم توالت زنده. یا الله سل ناره نشو بیا پول بمیر جسد تمیم اینجا یه کت دیدم شما داشتین توی دستشوی چی کار میکردید با من؟ خاک تو سرای خود کنه خود جنس کن. من برم جیش کنم بیام. دافولی تو شدید بابا. ناراحت نشه عزیزم بیا با هم دوست بشم. آره تو فرار کن پولمو خوردی. آقا من رفتم دستشوی نیست که دیوونه خونه است. تیشرت آبی کسی اینجا هست؟ تیشرت پلیس اومد. بابا چرا پلیس اومد؟ هرچی پلیس بدم میاد. اون بیشرف داشت خیانت میکرد. این همون مرده بود. این خودش بود. بی رو بیا اینجا داریم به زنت خیانت میکنی. بیا اینجا. وای من که نکشتمش مرد. انقدر نرینی حالا انقدر. آقا تو توالت با یه زنه بود. برو پیش برو دیگه. به آجی من مردا رو اگه حذف کنم فقط زنا رو. عشق من چطوری عشقم خوبی؟ نه یا جلو دیگه نه نگاه کن نه یا همون از همین فاصله. گل هری چی میخوای؟ شما میخوای با دوست دختر نوکرتم خوش آمد سلام بازم دارم بگی لبو بده بیارم. آجی تو اومدی اینجا بچه بازی نوکرتم راستش رو بگو. اینو میخوای؟ آره اینجوری از این از پشت راستی از پشت. تو میخوای من برم دوست پسر اون دختر سفیده رو بکشم که تو بری پیش اون؟ خب مردی که تو الان شوهرت اینجاست. من این کار در حقت انجام میدم. آجی تو هم اینقدر به من سلام نکن. من مادر تو رو ببخشید. من فائزه خانم دوست پسرتون کدومه؟ ایشونو یکی دو بار این آفاری که زنه رو نزن تو بیا با تو کاره. بیا تو ماموریت بیا پیش. آها برو. آره اونو من نه اون بره بابا برو دیگه. بیا پوست بده. آره آفرین رفیقم اومده دعوا. رفیقم همون که بهش پول دادن بره من بچه باید همه شو رو بکن. ایوان خیلی مردی میدونستم بالاخره یه روز یه بچه باز کمکم میکنه ولی داری گفته باشم من چیز چون نمیدم. خب گاهیدی پیر مرد بدبخت رو خجالت بگیر. پیر مرد کشتم. اما چطوری؟ دارش دافو میخواستی من دافو بهت دادم دیگه. اما اینو بگی برو خرج خودت کن. نوکرت همینو بکن حقت حلالت باشه. بینام دافو ببین تو بهت میخوای این روس موسا باشی درست؟ من هیچ کسو نگاهیدم. داداش اون پیرمرد کارت داره. آره خودت من برو پیش اون پیرمرد کارت داره. یه چیز خوب میخواد بهت بده. پولو بگیر. غیرت بر نمیخوره. چرا مثل که دعوا کار بدی ولی خب دافولیای عزیز. آقای سکیوریتی اینا منو میخوام بزنن. تو چه کشلیسی هستی؟ تو میخوای من بزنی؟ بیام با پول دوست پسرتون رو با پول اوکی میکنم. بیا اینم بس پول. عمو من میتونم اینجا تفنگ داری؟ باورم نمیشه به یه بچه. آفرین عمو اینو داشته باش عشق خودت. چرا این دخترم افتاده به جونشون. همینو میخوام بمیره زیدره. همون تو دست پا نباش دیگه. دعواه آجی. بابا چی میگی تو؟ کنی آره خود امیر هستم از نوع کشیزش. خوب هستی؟ ببخش دور خوشگل نزدیک زشت چیکار کنم؟ خوشم نمیاد برو.
از همتون خسته شدم. من فقط میخواستم یه امشب اشغال کنم. از همتون حال میده. از همتون چنل رو ساب نکرده هیچ کدوم. اوکی یاد مدارس آمریکایی. And I wish you a pleasant time here. مخلصم. من یه سوال داشتم. شما خانم به متشخصی چنل فرار نکن. اینو بگی فرار نکن. بیا. شما خانم به چنل ساب داری؟ وایسا بهت میگم نداری؟ وایسا نداری چنل ساب نداری بهت میگم. آره مطمئن شو که تو چنل ساب داری. من همینجوری میام آقا تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. اینستاگرام منم بیارین بالا فالو کنید.